خب دوستان عزیز، حالا قسمت دوم ایرادو که میرسیم به قسمت چراغ ABS. چراغ ABS روشنه. میخوایم ببینیم که یکی از دلایلی که چراغ ABS ماشین روشن میشه داخل داشبورد چیه. بریم نگاه کنیم. خب همونطور که مشاهده میکنید، ببینید این سیمیه که وصل شده به داخل کاسه چرخ و مجموعه ترمز. این سیم زمانی که و سنسور زمانی که لنت ما تموم بشه اخطار میزنه و چراغ داخل داشبورد ABS رو روشن میکنه. همونطور که مشاهده میکنید ببینید لنت ما تموم شده و حتی دیسک و خط انداخته و یه مقدار هم چال کرده. دیسک چال شده. دیسک رو ببینید خط انداخته و چال شده. این یکی از دلایل این هستش که داره به ما هشدار میده، میگه که لنت ما تموم شده و چراغ ABS داخل داشبورد ما به خاطر این روشن شده.